دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که زمانی که ایکیا اومدین چطوری یه قهوه رایگان بگیرید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. تا اینجای ویدیو چطوره؟ ایکیا خیلی وقته مثل الان کلی محصولاتش رو آف میزنه. اگر توی مسقط یا عمان هر جایی هست، هر جای دنیا به ایکیا دسترسی دارید حتما برید سر بزنید. الان آفای خیلی خوبی گذاشته. در نهایت هم که شما میتونید یه قهوه رایگان داشته باشید. پس ما همراه باشید. امیدوارم تا اینجای ویدیو خسته نشده باشیم. بریم که یواش یواش بهتون بگم چطوری میتونید یه قهوه رایگان بگیرید. پس ما همراه باشید. اومدیم به بخش جذاب ماجرا. اینجا میخوام بهتون بگم چطوری میتونید بعد از اینکه کلی چرخیدین تو ایکیا بیاین یه قهوه رایگان بگیرید. اینو حتما اشاره کنم، اصلا نیاز نیستش که شما توی ایکیا خرید داشته باشین یا نداشته باشین. روزی یک دونه میتونه قهوه رایگان اینجا داشته باشین. پس با من همراه باشید. چقدر خوشگله اینجا واقعا. و اینکه غذاش هم خیلی هم کیفیت بالایی داره، هم قیمت مناسبی داره. میتونین از پایین هم یه چیزی بخرین بیاین اینجا بخورین. میتونین برین توی بوفه اونجا غذا بگیرید. اول میایم اینجا یه دونه کاپ برداریم دقیقا کنار صندوقش. بریم که بهتون بگم چطور میتونید که یه قهوه رایگان داشته باشید. اینجا بلک کافی، بعد همینطور آب جوش و اسپرسو رو میتونید رایگان داشته باشید. میریم که اول با هم ببینین لیوان من خالیه، میزنیم و یه دونه بلک کافی مثلا میزنیم. همینطور که میبینید من الان یه قهوه کاملا رایگان گرفتم. نه چیزی پرداخت کردم، نه چیزی خرید کردم، نه هیچی. میرم که لذتش رو ببرم. پس شما هم حتما تستش کنید. یادتون نره که حتما سابسکرایب هم کنید و همینطور این پست رو برای بقیه دوستاتون بفرستید. و اگر شما هم تجربه مثل این دارید حتما توی کامنت ها بهم بگید. بای بای. خب اینم قهوه رایگان ما، میریم که تستش کنیم. واقعا عالیه، هیچ فرقی هم نداره. حالا چون فکر نکنید چون رایگانه بعد مزه باشه، نه واقعا خوشمزه است. اینجا هم اوینیوز مارک.